سوال: شخصی که قرآن را به استاد خواند ممکن است یا نه؟ ممکن نیست برادر عزیز. هر کسی که قرآن را به استاد میخواند او گناهگار میشود. حتی شخصی که اگر قرآن نادرست میخواند و ما گوشش میکنیم، گوش کننده ها همش گناهگار میشود. برادر عزیز و گرامی، قرآن این کلام الهی است، این معجزه الهی است. این کتاب‌های نوشته مخلوق نیست که یکی را اگر هرچند که غلط هم کنی گناهگار نشوی. نه، کلام الهی به استاد خواندن کلا ممنوع است برادر عزیز، تماما جایز نیست. وقتی داشتن او حتی به دست داشتنش به طهارت جایز نباشد، که بعضی‌ها بپروا در جاهایی که کتاب فروشی است طهارت هم نداشته باشند، می‌بردند که یک خدشه ببینیم. برادر، در همون دست دراز کردن در پشت خواندن تو گناهگار میشوی، به هر حرفش در تو لعنت میآید. برای همین شما تماما دستانه به سوی قرآن در حالتی که طهارت ندارین هیچ وقت دراز نکنید. حق خفیدن قرآن وقتی داره که شما پای به طهارت باشید. زیرا خدا خود میگوید در قرآن، پروردگار میگوید دست درازی نکند قرآن را مگر شخصی که طهارت داشته باشد. کسی طهارت دارد دستش دراز کند قرآن را بردارد. و همچنان ورتل القرآن ترتیلا، خدا در قرآن را به ترتیل خوانید، قرآن را به تجوید خوانید. ببینید چقدر دگرگونی در داخل قرآن وقتی انسان تجوید میداند. هم گوش کننده ها گناهگار. برای این اگر برادر عزیز شما در کجای میبینید یک کس غلط میخواند، در بین مردم آزارش ندید، در خلوتی برده گویید که برادر عزیز غلط میخوانید، قرآن نادرست میخوانید. همین قرآنی که همین آیتی که اذیت کرده همین رفته در پیش یک اهل علم بگذران. و این را اگر دویم بار در کجای خانه در بین مردم من خبر میدم که تو نادرست میخوانی، گوش کننده ها گناهگار میشوند. زیرا پیامبر اذا رأى منکم منکرا فلیغیر بیده فإن لم یستطع فبلسانه و این لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان گفتند. اگر شما یک کار نادرست در اسلام دیدید به دستهاتون تغییر دهید، و اگر به دستان تغییر دادن توانستین با زبانتان گویید. اگر به دستان نتوانستی به زبانتان گفتن نتوانستی به دیرتان همون شخص و همون کاری نادرستی که انجام میدهد همون بد ببینید. ولی این با دل بد دیدن نشانه ایمان ضعیف شماست. ما حقی با دهان گفتن داریم، ولی ایذای مؤمن حرام میگوییم، یک بار او را در تنهایی میگوییم. اگر بینیم که نه سرکشی میکند، میبینیم که قبول ندارد، میبینیم پسند نمیکند، ما او را بعد دویم بار در بین مردم خبر میدیم که برادر عزیز و گرامی، همین ملا شدن میخواهی، در بین مردم آیت خواندن میخواهی، پیش در آمدن نماز مردم هوس داری، میلش خوش به حالت ثواب دارد. ولی وقتی که تو قرآن درست خوانی، شرط همین قرآن درست کن، همین آیت هایی که در معرکه خوانده میشود همش حق تو خواندن بگیر. ولی وقتی تو درست خوانی، ما خودمان گناه خودمان کم است که هر یک آیتی که تو میخوانی در هر حرفش ما لعنت شنویم. ما خودمان آدمای گناهگار
بگذار تو اگر شیخی، صوفی، اشعانی کسی باشی نباشی، این قرآن است. برای این برادرای عزیز، شما حتمی چیزی که ولی بسیاری شما که آیت‌های را در درون نماز می‌دانید، در درون نماز شما بعضی سوره ها را می‌خوانید، ولی همون سوره ها را شما از کتاب‌های کلیکی اذیت کردید. اگر شما همونها را در پیش اهل علم نگذرانید، شما در نماز خواندگی تا پیشگاه خدا در جواب گناهکار بشید. جواب میگید. برای همین هر آیتی را که میدانید، چی در نماز میخوانید چی بیرون نماز، حتمی در پیش یک اهل علم باید گذرانید، حتمی گذرانید. هم نمازاتون به شک شبهه شود و هم کسایی که در اطراف شما اونها را گناهکار نکنید. بعضی ها دیگر همین آیت دیگر خواندن در غلط میخواند. ما چند جایی مسئله در روبرو شدیم، باز یک ترتیب آهنگ میدرارند که باور که حیرت میمانی آهنگ از کجا آورده. خلاص قرآن خوان باشین دادر عزیز، با قرآن بسیار وابستگی کلان داشته باشین. جای تأسف است که شما اولا خانتون در قرآن نداشته باشین. دویم جای تأسف همین است که شما در یک روز خدا حق انصافتون گرفته باشد که یک ورق قرآن نخوانید. خانه‌ای است که قرآن ندارند، خانه‌ای هستند که 10 نفر از نعمت خدا در یک روز تا 4 بار 5 بار در دسترخوان میخوریم، ولی یک بار قرآن کشاده و کلام الهی را تلاوت نمیکنیم. این خیلی به انصافا من بسیار است. برای همین هر یک خانه امروز قرآن داشته باشد و در هر خانه قرآن خوان باشد. برای بالای سری کودکان در گهواره نگذارش و در بالای تار دروازه که بازیرش که گذشته تمام دیگر. قرآن برای بالای دروازه و بالای سر کودک نیست. قرآن برای تلاوت است. قرآن برای عمل کردن است. اگر امروز من گویم که حیفی همون جسد زیبایی که خدا به تو داده است تو قرآن نمیخوانی، کم گفتم که اگر گویم حیفی تو باید به من گویی که 1000 تشکر و 1000 رحمت خدا به تو که این حیف در حق من کم است. این حیف در حق من کم است. بعد از این دم بیشتر بالای من باید تو درست گویی، سخت گویی، تلخ گویی، تا که شاید که خدای مهربان برای من یک عقل خوب دهد و من مقصد قرآن خوان شوم. زنهاتون قرآن خوان کنید، دخترکات قرآن خوان کن، بچه‌کاتون قرآن خوان کنید. امروز بزرگان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جشن میگیریم، مولانا جلال الدین رومی را جشن، ابو عبدالله رودکی را جشن گرفتیم. برادر عزیز، یعنی از تا سیر 10 سالگی میره تاریخ تماشا کنین یا کیا بودن، آخرش تا 10 سالگی را همش حافظ قرآن بودن، همش حافظ قرآن. و شما حافظ قرآن هم نشده نکو، حدیقه قرآن خوان شدیم.